برای من اتفاق افتاده که روزانه 7 ساعت، 8 ساعت، 9 ساعت الی 10 ساعت هم من وقت خود روی سوشال میدیا سپری کردم. حتی آمارهای جهانی نشان میده که جوانا و نوجوانا به طور متوسط روزانه 5 ساعت وقت خود روی سوشال میدیا سپری میکنن و اگر ما ویدیو گیم و سایر بخش‌ها را علاوه بکنیم این آمار میرسه بین 7 ساعت الی 10 ساعت روزانه جوانا و نوجوانا وقت خود روی سوشال میدیا سپری میکنن. زمانی که ما وقتی بیشتری روی سوشال میدیا سپری بکنیم و از دیدن تصاویر ویدیوهای با کیفیت لذت ببریم، بعدش به همون منوال احساسی بدی نسبت به خود پیدا میکنیم، چون بحث مقایسه پیش میاد. شما جاهایی رو میبینین که در دنیای واقعی اصلا وجود نداره. وقتی وضعیت خود ما با او جاها، با او تصاویر، با او سبک زندگی مقایسه میکنیم، میبینیم که ما اصلا چیزی نیستیم. به همون اندازه حس ناامیدی در وجود ما بیشتر میشه، به همون اندازه حس تنهایی در وجود ما بیشتر میشه، به همون اندازه به خواب ما آسیب میرسونه، به همون منوال به حافظه ما آسیب میرسونه، به همون منوال به سطح یادگیری ما آسیب میرسونه و در نهایت تبدیل میشیم به آدمای افسرده، تبدیل میشیم به آدمای خشن که زود عصبانی میشه. در این ویدیو ما میخوایم روی دو محور صحبت بکنیم. در بخش اول روی صحبت میکنیم که چی چیزی باعث میشه مردها در دام سوشال میدیا بیفته و دیگه خود از او دام رها کردن نتانه. چی چیز باعث میشه زنها در دام سوشال میدیا بیفته. در قسمت دوم این ویدیو ما 4 تا راهکار پیشنهاد میدیم که اگر این راهکارها روی اطفال و جوانان و نوجوانان عملی شود، وقتی اینا بزرگ میشن، کلانسال میشن، میانسال میشن، از نگاه سلامتی روانی آدمای سالمی به بار بیاین. همه این مطالبی که خدمت شما عرض کردم برگرفته از کتابی است که اسم این کتاب The Anxious Generation یا نسل خشن است. نویسنده این کتاب آقای جاناتان هاید است. آقای هاید پروفسور دانشگاه نیویورک آمریکا است. من جعفر رضایی هستم و در این چینل منابع علمی از جمله پادکست، کتاب و مقالاتی که به زبان انگلیسی هستند به فارسی خلاصه و ترجمه میکنم. خب حالا ما میایم روی این صحبت میکنیم که چی چیزی مردها را جذب سوشال میدیا میکنه و باعث میشه مردها وقت زیادی را روی سوشال میدیا سپری بکنه. اولین چیزی که مردها را جذب سوشال میدیا میکنه موضوعات مربوط به جنگ است. موضوعات مربوط به جنگ و قدرت و رقابت، همین موضوعات را باعث میشه که مردها جذب سوشال میدیا شوند و وقت زیادی را روی سوشال میدیا سپری بکنه. شما اگر موبایل یک مرد چک بکنین، برین روی مثلا بخش پلتفرم فیسبوک، میبینین که بیشتر موضوعات سیاسی است، موضوعاتی که مربوط به قدرت میشه. ترامپ چی گفت، زلنسکی چی گفت، ایران چی گفت، روسیه چی گفت، همه این موضوعات رو دنبال میکنن، موضوعاتی که مربوط به قدرت میشه. مردها دنبالی است که همین سیستم های اجتماعی را بفهمه، سیستم هایی که مربوط به قدرت میشه اینا رو بفهمه. موضوعاتی که رقابتی باشه هم مردها خیلی دنبال میکنن. مثلا اگر شما میبینین مردها بیشتر موضوعات شبیه فوتبال، یک چیزی رقابتی، یک چیزی که با دستاورد همراه باشد، این مسائل دنبال میکنن و این چیز در دی ان ای، در وجود و در ذات مرد است. مورد دیگری که مردها را جذب سوشال میدیا میکنه موضوعاتی که از نگاه جنسی تحریک برانگیز باشد، موضوعات سکسی بیشتر مردها را جذب میکنه. شما به آمار اگر نگاه بکنین، میزان مردها که معتاد به پورنوگرافی، معتاد به دیدن فیلم‌های پورن است، خیلی بیشتر از خانم‌ها است. این دو چیز باعث میشه که مردها در دام سوشال میدیا بیفته. تصاویر، موضوعاتی که مربوطی از نگاه جنسی تحریک برانگیز باشد و موضوعاتی که مربوط به قدرت باشد، مربوط به جنگ باشد، مربوط به رقابت باشد، بیشتر مردها را جذب سوشال میدیا میکنه.
حالا میایم روی حرف میزنیم که چی چیزی خانم ها رو بیشتر وارد سوشال میدیا میکنه و باعث میشه وقتی زیاد رسیپری میکنه. خانم ها بیشتر دنبالی است که رفتارهای پیچیده که در دنیای مجازی است اینا را سر در بیاره. مثلا فلان سلبریتی چی لباسی پوشید، بعد اون سلبریتی به دوست دختر خود خیانت کرد، بعدش فلان دختر دوباره وارد رابطه با دوست پسر اون سلبریتی شد، فلان چیز در پاسخ به او چی گفت، چی کامنت گذاشت، کجا رفت کجا نرفت. میخوای همین موضوعات پیچیده را بفهمه. شما شاید متوجه شده باشین که خانم ها بیشتر سریال های ترکی رو میبینن. در سریال های ترکی چی چیزی است؟ همین موضوعات ها، همین رفتارهای پیچیده است. میخوای بفهمه که فلان شخص چطور به مثلا دوست دختر خود خیانت کرد، او کی با کی رابطهش برقرار کرد، او با کی به ارتباط است. این موضوعات های بسیار پیچیده است. دنبال اینا میگرده. همچنان خانم ها میخواید در دنیای مجازی یک رول اساسی و یک نقش بسیار کلان داشته باشه. در دنیای مجازی میخواید یک عکس بونه که عکس اینا میلیون ها لایک بخوره، میلیون ها ویو بخوره، میلیون ها شیر بخوره و یک ارتباطی با سایر به هر حال با سایر افراد برقرار بکنه. این بسیار اینی موضوعات است که خانم ها را بیشتر وارد سوشال میدیا میکنه. اگر میبینین خانم ها بیشتر ولاگ میبینه. ولاگ همین است که فلان شخص به کجا رفت، بعدش به کجا رفت، بعدش چی شد، بعدش چی نشد. اینی موضوعات است که نظر به کتاب آقای هایت، نظر به کتاب او بیشتر خانم ها را جذب سوشال میدیا میکنه. و اگر این موضوع ترک نشه و اگر کنترل نشه، متاسفانه بر روان ما بسیار 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 زیاد آسیب میرسونه. حافظه ما متاسفانه ضعیف میشه، ما بیشتر خشین میشیم و سطح یادگیری ما بسیار بسیار زیاد میره پایین. راهش این است که ما راهی جدایی از سوشال میدیا این است که ما یک ریپلیسمنت، یک جایگزین برش پیدا بکنیم. زمانی که ما بیشتر بیکار هستیم، کار نداره میریم روی سوشال میدیا. اگر ما یک جایگزینی داشته باشیم نمیریم روی سوشال میدیا و ممکن ترکش در اول سخت باشد که قطعا سخت است، ولی کم کم خوب میشه. کم کم ما میتونیم این مسائل کنترل بکنیم. خب حالا میریم روی این صحبت میکنیم که چه راهکارهایی وجود داره. در واقع 4 تا راهکار که در کتاب آقای هاید است، The Anxious Generation یا نسل خشن، در مورد راهکارهای آقای هایت صحبت میکنیم. 4 تا راهکار را برای مخصوصا برای اطفال و جوانان و نوجوانان پیشنهاد میکنه که اگر والدین این مسائل را رعایت بکنه، نسلی که به وجود میاد یک نسل سالم است از نگاه روحی روانی، و اگر رعایت نشود قطعا یک نسل خشن، یک نسلی که واقعا روانش آسیب دیده است به بار میاد. اولین راهکار این است که آقای هایت میگه که قبل از های اسکول، که در افغانستان ما دوره لیسه میگیم و فکر کنم در کشور خوب و همسایه ما ایران دوره دبیرستان میگه، اگر من اشتباه نکنم. اگر اشتباه میکنم که اگر کدام دوست ایرانی ما این ویدیو رو میبینه اصلاح کنه، کامنت بگذاره. قبل از دوره های اسکول آقای هایت میگه که نباید اطفال مالک یک اسمارت فون باشه. یعنی میتونه به اسمارت فون دسترسی داشته باشه، از پدر خود بگیره اسمارت فون دیشه، اگر کدام کاری به اینترنت داره، چیزی میخواد جستجو بکنه، چیزی رو میخواد دریابه، از موبایلی سایر اعضای خانواده استفاده بکنه، ولی مالک این نباشه. چرا؟ چون وقتی مالک یک دیوایس، یک اسمارت فون باشه، میتونه در تنهایی خود از او استفاده بکنه و در جاهایی بره ویدیوهای ببینه که نباید ببینه. یعنی اگر مالک یک دیوایس باشد، یک موبایل باشد، اسمارت فون باشد، این خطر وجود داره که بر روان انسان آسیب برسانه. اصلا چرا بیشتر اطفال در واقع نگهداری شود از خطر سوشال میدیا؟ به خاطری که ذهن اطفال خیلی زود این موضوعات ها رو یاد میگیره و خیلی زود برداشت میکنه، و زمانی که
این موضوعات تکرار شد یا در یک سنین قرار داره که حتی بعضی رفتارهای اینا تبدیل میشه به بخش از شخصیتی از این اطفال وقتی کلان شود. بعضی رفتارهایی که از سوشال میدیا یاد میگیره شاید رفتارهای درستی نباشه، یا شاید تصاویر ببینه که این تصاویر ناخوشایند ناگوار سالهای سال در ذهن اینا بمونه و اینا را آزار میده. راهکار دومی که آقای هایت پیشنهاد میکنه این است که قبل از 16 سالگی، قبل از تا سن بلوغ، اینا نباید اکانت های سوشال میدیا داشته باشه. به خاطر چی؟ به خاطر ای که در سن بلوغ یک سن بسیار حساسه. در سن بلوغ اکثریت اطفال بعضی شخصیت ها را اختیار میکنن، شخصیت ها شکل میگیره و اگر وارد سوشال میدیا شوه و رفتارهای ناجور، رفتارهایی که مناسب سنین اینا نیستن ببینه، اینا تبدیل میشه به شخصیت اینا. یعنی تا آخر عمر این رفتارها بخش از وجود اینا به اینا تبدیل میشه. به خاطر که در همین سنین است که در واقع شخصیت شکل میگیره. بعضی رفتارهایی در وجود انسان شکل میگیره که تا آخر عمر باقی میمونه. به او خاطر باید از کسایی که به سن 16 نرسیدن نباید اکانت های سوشال میدیا داشته باشد، طبق نظر آقای هایت. پیشنهاد سومی که آقای هایت میکنه این است که در داخل صنف های درسی نباید اجازه داده شود که دانشجویا، محصلین، شاگردا از موبایل استفاده بکنه و نباید اصلا موبایل داخل کلاس های درسی بیاره. من فکر میکنم این راهکار بسیار زیاد خوب است، یعنی بسیار زیاد میتونه از خیلی از مسائل جلوگیری بکنه. اول این که وقتی شما اجازه میتین که از شاگردا، کسایی که داخل کلاس درسی میایه از موبایل بیاره، احتمالش خیلی زیاد است کسایی که آخر کلاس میشینه بره روی سوشال میدیا و او وقت تو زمانی که اینا داره برای یادگیری یک چیزی مثبت میره روی سوشال میدیا، یک چیزی یاد میگیره که نه به درد اینا میخوره و همچنان با روان روح اینا آسیب میرسونه. من خودم یادم میاد زمانی که ما مکتب میرفتیم، در دوران مکتب معلم پیش صنف درس تشریح میکرد، ما در آخر صنف گیم بازی میکردیم و از فیسبوک، از سایر پلتفرم های سوشال میدیا استفاده میکردیم. بیشتر گیم میزنیم خود ما. به هر حال من فکر میکنم که این راهکار یک راهکار بسیار مناسب است، نباید گذاشته شود. اگر نوت کار میشه باید از قلم استفاده بکنه و من فکر میکنم این راهکار بسیار بهتر است. این وقتی نوت کار میشه، یک چیزی نوت برداری میشه، بعد از قلم استفاده کنه. یک زمان ما کورس میرفتیم، بعد روی تخته یک چیزی نوشته میکرد استادی که ما داشتیم کورس انگلیسی، ما میرفتیم عکس میگرفتیم دیگه. بعد او دیگه هیچ وقت طرف عکس نمیدیدیم. یعنی خیلی راهکار خوبی نیست که ما از موبایل داخل کلاس های درسی استفاده کنیم. فکر کنم که بیشتر از اینکه مؤثر باشد آسیب‌زا است. پیشنهاد چهارمی که آقای هایت میکنه این است که به اطفالتان اجازه بدین بیرون از خانه با همسنفای خود، با هم نوعای خود بازی بکنه، وقت خود سپری کنه. مخصوصا اگر بازی های گروپی باش بسیار به اینا کمک میکنه. که برای چی کمک میکنه؟ برای این کمک میکنه که اینا مهارت های اجتماعی را یاد بگیره. وقتی طفلتان از خانه بیرون میره فکر کنین فوتبال بازی میکنه. اینا داخل فوتبال وقتی فوتبال بازی میکنه ممکن است یک دعوا پیش بیاید. اینا یاد میگیره به مرور زمان، اینا یاد میگیره چطور وقتی یک دعوا پیش میاد این دعوا رو حل فصل بکنه. اینا یاد میگیره که چطور رقابت بکنه. اینا حرف زدن یاد میگیره. اینا دلیرتر میشه. اینا آدمای اجتماعی تر میشه. زمانی که اینا وقتی زیاد روی داخل خانه سپری کنه، بیشتر روی سوشال میدیا باش، زمینی که از محتویات سوشال میدیا اینا آسیب میبینه، اینا آدمای ترسو، اینا آدمای خجالتی، اینا آدمایی که حرف زدن درست را اینا یاد نمیگیرن، به اینو تو آدم ها تبدیل میشه. با آدمای انزوا طلب،
به آدمایی که حافظه اینا میتونه آسیب ببینه، به تو آدم ها تبدیل میشه. پس بیرون رفتن اطفال، وقت سپری کردن با هم نوعان خود، با همسنفان خود میتونه به اینا کمک بکنه که اینا خیلی از مهارت‌های اجتماعی را یاد بگیرن. و نکته آخری که آقای هایت میگه این است که آقای هایت میگه اگر شما میخواین طفلتان یک رفتاری را اختیار بکنه، یک رفتاری را یاد بگیره، یک رفتاری در وجودش نهادی نشوه، خود شما همون رفتار در خانه تکرار بکنید، در اون خانه داشته باشید. به طور مثال اگر میخواین طفلتان راستگو باشد، خودتان راستگو باشید، به خاطری که اولین رفتارها را اطفال از والدین خود کپی میکنن، از والدین خود یاد میگیرن. اگر میخواین طفلتان به مادر خود احترام بیشتری داشته باشه، خودتان به خانم و به مادرتان و به خواهرتان احترام بیشتری قائل باشید. اگر میخواین طفلتان بددهن نباشد، خودتان بددهن نباشید. اگر میخواین طفلتان مثلا آدم کتابخوانی به بار بیایه، خودتان آدم کتابخوانی باشید. اگر میخواین طفلتان آدمی که ورزشکار است، ورزش دوست است به بار بیایه، خودتان ورزش کنید. بعضی روانشناسا میگه اصلا طفل نیاز به تربیت نداره، هر چی میخواین خودتان باشید و همون رو دنبال میکنه. من فکر میکنم این استراتژی بسیار خوبی. خب امیدوار هستم که این ویدیو براتون مفید بوده باشه. اگر این ویدیو براتون مفید بود میتونین به چنل ما هم سابسکرایب بکنید و زنگوله رو هم بزنین که ویدیوهای بعدی ما رو فراموش نکنید و همچنان میتونید ویدیو رو لایک بکنید، بسیار برای من کمک میکنه. روزگار بر شما خوش، بخیر باشید.